بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، ما در اطراف اون ابرمردهای صحبت بکردیم که در جنگ در نبرد بدر قهرمانی خود را نشان دادند و نام آنها جاویدانه باقی ماند و خدماتی که آنها برای اسلام پیشکش کردند الله تعالی برای آنها را خیلی پاداشهای بزرگی داده است. این ابرمردها و این لشکری همون 313 نفره یا 317 نفره چه خیلی در اختلافی روایت آمده است، اینها معیاری لشکری غالب حسابیده می شوند. یعنی هر لشکری که صفت اهل بدر را دارد آینده میتواند که غلبه به دست آورد. یعنی میتواند روزی فرقان دیگری سازد، خود در 100 سال آینده، خود در زمانهای آینده، خود در زمان گذشته بعد از بدر. یعنی که هر لشکری که همین معیارها و همین صفتها را دارد حتما غلبه را به دست می‌آورد. داستان این نبرد، کاروان از شام به سوی مکه روانه بود. یعنی کاروان مثل کاروان‌های گذشته نیست. مثلا ما در حلقه‌های گذشته گفتیم که در دوام همین یک سال یا یک و نیم سالی که پیامبر در مدینه بودن تا جنگ بدر شروع شدنش 8 سریه شده بود که اخیراش درباره سریه نخله خیلی صحبت کرده بودیم. دوستان عزیز، باری هم مسلمان‌ها این خیلی کاروان بزرگ رو ندیده بودن، چی از جهت عدد، چی از جهت زیادی کالا، چی از جهت سرمایه که در اون کاروان گذاشته شده است. 1000 شتر پر از مال و کالا که تقریبا مقدار اون کالا رو به 50,000 دینار برابر میدانند. 50,000 دیناری گویم که طلایی. یعنی که این کاروان از دیگر کاروان‌ها با سیر کالا بودن و سیر مال بودنش فرق میکند. دویمش این است که سردار کاروان یا کاروان باشی ابو سفیان ابن حرب است که یکی از زیرکترین و داهیه‌ترین عرب ها شمرده میشد که همراهش 30 یا 40 نفر انسان ها برای حفاظت این کاروان براه برآمده بودند. بیایید یک مقایسه کوتاه کنیم. در سریه نخله گفته بودیم که 12 نفر مسلمان رفت برای خاطر اون کاروان را به دست آوردن. اونجا همگی 4 نفر پاسبان داشت. کاروان 4 نفر پاسبان داشت. اینجا باشد 30 یا 40 نفر به اختلاف روایت ها. این دویم خصوصیتی اون کاروان بود. سوم کاروان خصوصیتش این است که کاروان نزدیکی از مدینه باید میگذشت. اینکه راه کاروان از نزدیکی راههای مدینه بود. ما پیشتر گفته بودیم که یکی از چیزهایی که کفار قریش به تشویش آورده بود این که مسلمان ها در مدینه احتمال است که ضررهای بزرگ اقتصادی برای آنها میرسونند. که اینجا اون ضرر اولین قدم های برای ضرر رساندن به اقتصادیات مکه دیده شده. یعنی این نبرد بعد از 1.5 ماه سریه نخله که گفتیم در نزدیکی مکه شده بود. 1.5 ماه پس، یعنی حالا ذهن مکگی ها تازه هست، حالا مکگی ها خطر مسلمانان رو درک کرده شدند و اینکه بعد از 1.5 ماه باز کاروان آنها از اونجا گذشته شد، اونها آرام نبودن، دلشون آرام نبود، احساس میکردن که چی بدیه باید شود. بنابراین پیامبر علیه السلام به عدد کلان برآمدند. یعنی به عدد کلان نسبت به دیگر غزوه سریه‌ای که تا این شده بودن 7 یا 8 سریه و غزوه کشته بود که همه غزوه رو جمع کنیم عددش به 200 میرسد. اما اینجا باشد 313 یا 314 یا 317 نفر به بعضی روایت ها جمع شد و برآمدند. و یادتون باشد ما گفته بودیم که در سریه های اول ما 7 گانه 8 گانه اساسا مهاجران برآمدند. برای خاطر چی گفتیم؟ مهاجران که در مکه زندگی کرده بودند و در مکه در خواری و زاری با شکنجه و عذاب صبر میکردند و تحمل میکردند عذاب آنها را. احتمال بود که آنها کمتر به همین چیز خو گرفته بودند. پیامبر میخواستند که آنها را کمتر به آزادی، رادمردی، به ابرمردی عادت کنانند و همین 7 سریه را پیش گذاشتن، پیش از جنگ بدر گذاشتن تا اینکه آنها کم کم باز به جنگ کردن و به قتال آماده شوند و اون روانی که در مکه داشتند از آنها دور شود و دیگر آزادخواهی آنها را پیامبر می‌خواستند بیدار کنند. بنابراین اکثرا از مهاجرا بود. اما اینجا باشد در جنگ بدر باشد اکثرا مردم از
انصاری ها بودن. از ما در اطراف این چیز صحبت بکنیم. در روایت امام مسلم اومده است که پیامبر علیه السلام برآمدن و مردم مصلحت کردن، حالا در مدینه بودن نبرآمده بودن و گفتن که کاروان آمده شده است، خیلی کاروان روغنی هست به اصطلاح، یعنی کاروانی که سیرکالا هست، باید اون رو به دست آورد و مشورت پرسیدن. ابوبکر گفت ما راضی هستیم، عمر هم گفت ما راضی هستیم. دیگه مهاجرا، بزرگای مهاجر، بزرگای انصار، بزرگای مهاجرا فقط راضیگی خود رو دادن. پیامبر باز گفتن که خب دیگرها چی میگویند؟ دیگرها چی میگویند؟ اخیراً سعد بن عباده درک کرد که گفت پیغمبر شما ما رو در نظر دارید، ما انصاری ها رو در نظر دارید. گفت پیامبر گفتن که بله. سعد بن عباده گفت قسم به اون خدایی که جانم در دست اوست، اگر خواهی گفت ما با اسب وارد بحر میشویم، اگر خواهی شکمهای اسب خود رو تو برکل غماد میزنیم. یعنی که کنایه از همون انسانی که وقتی اسب سوار میشه به تو پای خودش به شکم اسب میزنه تا اینکه اسب دعوت، کنایه از همین چیز است. اونا پذیرفتن پیشنهاد پیامبر، یعنی انصاری ها. این غیر از این که حالی بود در خود میدان این نبرد حالی باز این مشورت خواهد شد، این مشورت پیش از نبرد است. یعنی که انصاری ها نیز اظهاری روزیگی و خروج از مدینه برای به دست آوردن این کارمون کردن. خب 231 نفر انصاری بود، باقی مهاجری بودن. یعنی ما خیلی گفتیم با انصاری ها دو قبیله بودن، اوس و خزرج بودن. از اینها اوسی ها 61 نفر و خزرجی ها 170 نفر بودن و مهاجری ها 83 نفر برآمدن و پیامبر همراه خودشون 2 اسب و 70 شتر گرفتن. یعنی تصور کنید یک لشکری که از 300 چند نفر عبارت است، 2 اسب دارد، 70 شتر دارد، یعنی 72 سواره انسان بتواند رود. یعنی که تقریبا 2-3 لشکر باید پیاده میرفتن که تقریبا مسافه در نزدیکی به 100 کیلومتر. پرچم انصاری ها به سعد بن معاذ داده شد، پرچم مهاجرا به علی بن ابی طالب داده شد، پرچم عام لشکر به مصعب بن عمر داده شد. یعنی این تقسیمات برای خاطر اداره آسان شدن اداره همون لشکری پیامبر علیه السلام بود. خب به اصطلاح اطلاعات یا رزویت که مسلمانان معین کرد که کاروان از نزدیکی بدر خواهد گذشت و پیامبر بیدرنگ مستقیما به منطقه بدر سفر کردند تا پیش راهی کاروان رو بگیرند. بیاید اکنون نظر میکنیم به طرف دیگر. کاروانباشی مکگی ها گفتم ابو سفیان بود که انسان زیرک بود و هم نمیتونست که همه خیلی کاروانه که اینقدر 50,000 دینار گویم که به 50,000 دینار کالا دارد به یک رزویت که به یک اطلاعات پیش رود. بنابراین ویم اطلاعاتش معین کرد که مسلمان ها کمین گرفتنی‌اند و این کاروان را به دست آوردنی هستند. ابو سفیان هم بیدرنگ زمزم نام شخصی را نامه نویس فرستاد به مکه تا اینکه اهل مکه را بسیج کند به مقابل مسلمان ها. این زمزم اومد به یک شکلی واهمه، لباسش درون به سینه های زد، دادوای کرد، گفت مکه ها شما مال و کالاتون از دست می رود، تجارتون از دست می رود، محمد این دارد، نه فلان دارد، بسم الله دارد. دیگر خیلی گفتیم یکونم ما پیش از این که در نخله کاروان از دست داده بودن، قریشا دیگر این شوخی نمیفهمیدن، جدی فهمیدن و مردم اعلان کردن تو اینکه جمع شوند و چه میگن بسیج شدن، جمع شدن و حرکت کردن به سوی بدر. تقریبا 1300 نفر بود و 300 نفر اونها ولی بدتر جدا میشد. در اطراف اون صحبت خواهیم کرد. یعنی که مکه ها برآمدن همراهش 100 اسب. مسلمان‌ها 2 اسب دارن، اینا 100 اسب، یعنی 98 اسب زیاد دارن. عددشون 1300 تا است، مسلمان‌ها 300 چند تا هستن، یعنی 1000 عدد زیاد است. و این چنین شتراشو 600 تا است، مسلمان‌ها 70 شتر داشتن تنها. خب اما در این لشکر تمام سردار گروه‌های جنایتی مکه برآمدن. ابو جهل، عقبه بن ابی معیط، امیه بن خلف، عتبه و شیبه، پسرای ربیعه، همین جنایتکارا برآمدن. چون که میدونن که انسان جنایتکار همیشه به خون تشنه میشه، خون ریزی، خون خوری این خصلت اساسی اونها است. بنابراین همه اینا برآمدن. فقط ابولهب ندارد، اما ابولهب ترسون چکیش ماند، به جای خودش یک کیرا فرستاد. خب سرلشکر فرعون این امت ابو جهل بود. تمام مکه برای آمادگی این لشکر تمام دارایی خود را دریغ نداشتن. یعنی نه تنها اهل مکه با اونها همکار میکرد، تا حتی شیطان هم با اونها همراهی کرد، با اونها همراهی کرد، شریکی کرد. در روایت آمده است که وقتی مکه برآمده شدن فکر کردند که بنی بکر از قفای اونها با اونها غدر خواهد کرد،
یعنی بابانی بر کمتر بعضی معامله های بد داشتن، بیناشون خون وجود داشت، بنابراین ترسیدن. اونجا میگن شیطان به صورت یک مرد مدلجی یا اینکه سراقت بن مالک در آمد و به نزد اونها گفت که اینی جار لکم، من گفت کفیل هستم که کسی به شما از قفا هجوم نخواهد کرد. و اون مکه ها رو وسوسه کرد و تا اینکه به جنگ روند، تا اینکه همین امت اسلامی رو در گهواره‌اش بوقی کنند. شیطان هم این چیز خیلی میخواست. خب بار سعد بن معاذ که با امیه بن خلف رفیقی داشت، این یک اپیزودی هست از همون قصه گفته شده. ما سعد بن معاذ به امیه گفت که من شنیدم که پیامبر تو کشتنی ان، یعنی که شنیدم که پیامبر گفتن که کشته میشوی. بعد ترسید گفت که چه خیلی کشته میشم در مکه. گفت من نمیدونم، شنیدم که تو کشته میشوی. این همون میگه که سخن پرت و وای میکرد پیش زنش گریخته آمد گفت که زنک محمد گفته است که من سعد بن معاذ و رفیق مدینگی هم خبر داد که من محمد میکشته است، اینکه من کشته میشدم. بنابراین گفت که من به خدا قسم میخورم که از مکه دیگه هیچ نمیبرایم، از مکه بیرون قدم نمیمونم. این ببینید اهل باطل در دلشون یقین داشتن که اهل ایمان در راه حق هستند. اهل ایمان شوخی نمیکنن، اهل ایمان فقط حقیقت میگن، مؤمن فقط حقیقت رو میگه. و مسلمان هم همیشه میدونن که مسلمان گرچه که دشمنش تمام مظهری واهمه داشته باشد، لباسای واهمه داشته باشد، با تمام سلاح‌های عصر هم در دست داشته باشد، لیکن در درون و دشمن از مسلمان در هراس است، در وهم است، در درون یعنی که وحشت زده است از مسلمان. بنابراین امیه بن خلف ترسید. ابو جهل گفت که تو گفت یا فعال جامعه هستی، تو یه شخصی هستی که در مکه در رسانه مکه یک شخصیت بزرگ حساب میشی، مردم تو رو پیروی میکنن. اگر تو از جنگ نرفتی 10 نفر شاید تخلف میکنن از این جنگ، تو باید حتما برای. امیه ترسید، من گفت نمیرم. بعد عقبه بن ابی معیط که یک جنایتکار بسیار وحشی بود، عقبه بن ابی معیط فرستاد گفت که گفت امیه گپ زن که برای جنگ. وقتی که عقبه آمد، عقبه که انسان بیرو بود و پررو بود، همراهش خوشبویی خاص زنانه رو آورد. خوشبویی رو آورد، گفت که امیه همین خوشبویی رو برای تو آوردم. گفت تو چی میگی؟ گفت تو برای چی برای من خوشبویی زنانه؟ گفت خیلی تو گفت جنگ نمیری، گفت همراه تو از زنک چه فرق داری دیگه؟ یعنی که حمیت و نخوه و مردانگیش خواست بیدار کند. امیه هم دیگه علاج نداشت، برآمد. لیکن با وجود این بله خیلی یقین داشت پیغمبر سخنشون حق بدنشه که با وجود همین امیه رفت از بازار شطوری تیزدوترین از همه تیز میدویدگی رو جدا کرد تا اینکه در فرصت مناسب از اونجا گره زد، از جنگ، از میدان جنگ گره زد. اما خیلی گفتیم برادرها، بارها حرکت کرد، نتوانست فرصت رو غنیمت دونست، نتوانست. هر باری که گرفتنی میشد ابوجهل او رو نمیگذاشت. یعنی که بهتون گفت که ابوجهل شاید کسی رو گماشته بود تا اینکه همین مرد از قفاش مراقبت کند، پیگیری کند، تعقیب کند تا اینکه مرد از میدان نگریزد. خب اینا در راه برآمدن، در نیمه راه بودن که ابو سفیان توانست که کاروان با سلامت از منطقه بدر گذراند. ابو سفیان چه خیلی گفتیم انسان زیرک بود و نمیخواست که بدون تفکر، بدون آمادگی معین، بدون آمادگی خوب به جنگ وارد شود. بنابراین در نامه خودش نوشته گفت که برای نجات کاروان برآمده بودید، شما رو من تشکر میکنم، کاروان نجات یافت، برگردید. چون که انسان خیلی از جهت سیاسی پخته بود، گفت برگردید. و وقتی که نامه ابو سفیان خوندن، اکثری مردم خواهند برگردن، که ابو جهل اینجا گفت که باز نمیگردیم، باز نمیگردیم تا منطقه بدر وارد نشویم، تا اونجا سرز نیستیم، تا شراب نخوریم، تا رقاصه ها رو موسیقی رو بردن اونجا موسیقی نزنیم، ما از اونجا باز نخواهیم گشت. یعنی ببینید همیشه معیار اهل باطل همین عرق خوری و همیشه موسیقی هست. غلبه‌شون هم با موسیقی پیشواز میگیرن. یعنی که موسیقی و عرق یک رکن اساسی جدا نشونده جشن‌های آنها هست. عرق خوردن، پیوه خوردن، موسیقی کردن. این ابو جهل. اما اخنس ابن شریق و 300 نفر این میدان رو ترک کردن. توانست که 300 نفر رو جدا کند، مکه باز گردد. بنابراین مکه 1000 نفر موندن. ببینید باز دیگه تاکید میکنیم که همین لشکر برآمد برای خاطر چی؟ ببینید نام ماند. تو اینکه عرب ها گویند که ما توانستیم که محمد رو
مغلوب کنیم. این دعوای ابو جهل بود. بنابراین الله تعالی اونها رو در قرآن یاد کرده، گفت که ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل الله. خب اما در طرف دیگر مسلمان‌ها بریم که وقتی که فتح شد، وقتی که گشایش شد، اونها با ذکر، با دعا، با صدقه، با دیگر اعمال نیک هم ایدی خودشون رو پیشواز میگیرن و هم غلبه خودشون رو پیشواز میگیرن. این از فرق بین اهل ایمان و بین اهل کفر. باز میگردیم به لشکر اسلام. گفتم که پیامبر علیه السلام رازویدکا یا اطلاعات خود رو داشتن، اون رو فرستاده بودن و رازویدکا اومد پیش پیامبر دو معلوماتی از این رو برای پیامبر نقل کرد. یکی اینکه گفت که کاروان از دست دادیم، کاروان به سلامتی گذشته رفت، یعنی که ما دیگر نمیتونیم به کاروان امید بندیم. دومش اینکه لشکر مکه به بدر نزدیک شده است. یعنی که اگر ببینیم لشکر مسلمان ها آمادگی به یک جنگ شامل نگرفته بود. مقصد اینا اومده همین کاروانی که در اونجا 30 نفر 40 نفر بودن اونا رو به دست آورد کاروان بردن بود. یعنی که به جنگ آمادگی نداشتن. بنابراین دو راه داشتن. یا به مدینه بازگشته میرفتن، یا اینکه به بدر میرفتند و با اون گروه جنگ میکردن. خب گفتم که همه صفات های لشکری پیروز در اهل بدر جمع آمده بود. خب مسلمان‌ها چیکار کردن؟ آیا به مدینه بازگشتن یا به سوی بدر رفتن؟ جنگ کردن، جنگ نکردن، چه تصمیم گرفتن؟ خب پیامبر چی میخواستند؟ صحابه چی میخواستند؟ آیا همه طرفدار جنگ بودن یا همه طرفدار ضد جنگ بودن؟ آیا بعضی طرفدار و بعضی ضد بودن؟ همه این رو ما ان شاءالله در حلقه آینده خواهیم دانست. شما رو تا حلقه دیگر در پناه الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.